خیلی خوب بچه سلام. همونطور که بهتون گفتم امروز قراره بریم موومنت دادن با گان AK47 میتیک رو ببینیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. چنل رو ساب کنید و به خوبی لذت این ویدیو رو بشنید. دای خوراکی چیزی ببینید و ببرید. خب من وسط ویدیو اتچمنت AK47 میذارم و بدونید صحبتی دیگه خودتون ویدیو رو نگاه کنید دیگه. الان مثلا اینجا هم دورزنیه گانه، مثلا نگاه راحت. این از عمل ریلودینگش که بسیار عالی انجام میشه. این که داشته باشید. بچه اگه دوست دارید گانه میتیک بعدی هم واسهتون بزنم و تستش کنم، فقط کافی اسم اون گان میتیک رو کامنت کنید و اون کامنتی که یا بیشتر تکرار بشه یا بیشتر لایک بخوره، من بهش دیگه میرم فول گردونه اونو میزنم. بعد بچه مثلا اینجا هم نگاه کنید، خیلی راحت پشت میتونید از دور یکی رو بزنید. خیلی کار راحتی اصلا، یعنی لگد هم هیچی نداره. نگاه اصلا نیازی به مغز بازی و چیز خاصی هم نداره، فقط تو بزن طرف میمیره. خیلی راحت، اصلا چیز سختی نیست. حالا لایک های این ویدیو به 10 تا برسه بچه، 10 تا فقط. اگه این ویدیو 10 تا ویو بگیره اون 10 تا لایک کنید دیگه. حالا چی میشه مگه؟ به چیزیتون که بر نمیخوره لایک کنید. انشاءالله که موفق باشید. خب بریم که ببینیم. الان اینجا بچه ها 2 نفر رو خیلی قشنگ و راحت میزنن. حتی یکیشو یارمون میزنه، یکی نرسید من این یکی رو زنم. ولی میبینید که کلن هم از لحاظ ظاهری بخوایم بگیم خوشگله، هم از لحاظ کنترل گان و خود لگد و دیگه اینجور چیزا دیگه. بچه حوصله‌تون رو سر نبرم. الانم اتچمنت این AK47 میتیکه میاد روی تصویر. خب بچه ها اینم از همون اتچمنت AK47. بچه ها برید بچینیدش اگه میتیکشو دارید که واقعا چیز خوبیه. اصلا میبینید که لگد صفره. مالا بذارید مثلا اینجا خیلی راحت، اصلا خوراک موومنته. حالا این ویدیو رو من بتلش هم واسه تون میذارم، اگه شما زحمتی بکشید لایک کنید دیگه. با این کار به ما خیلی انرژی میدید بچه. مثلا یه بار یادم ویدیو گذاشته بودم، جزوی از 3.4 ویدیو هم بود، حدود یه شبه 200 خورده لایک خورد. واقعا اون روز بهم انرژی دادم بچه ها. امیدوارم شما هم با یه لایک و ساب ساده بهم انرژی بدید که براتون ویدیو بهتر بسازم بچه. بعد داشتم گفتم AK47 کلا موومنتش که اصلا نگم برات، یه چیز نگم براتیه واقعا. یعنی راحت تو باش برو راش بده بدون هیچ ترسی. تو بتلم یه اتچ خوب بهت میدم. راستی بچه اگه خواستید پیج اینستا ما هم فالو کنید، اونجا هم اتچ گانا رو میذاریم. لینک پیج اینستا هم که تو کپشن گذاشتم، برید ببینید. خب حالا بذار بریم ببینیم چی میشه. اونجا اصلا بازی زیادی معرفی میکنیم و یه چیزای دیگه. اصلا بچه ها موومنت دادم باش حتی یه حس خوبی هم بهت میده. اسکوپش خیلی دقیقه. اصلا نگاه کنید راحت چند تا تیر به طرف هم مرد.
ما اینجا ما میایم بمب و پلنت میکنیم و خیلی راحت. مثل یه استراتژی هم هست که بمب و پلنت میکنی واسه اینکه انمی بیاد برداره روش میم بذار. ببین دیگه انمی جرئت میکنه بخواد برداره. میبینیم قشنگ راحت خیلی ساده کیو به این شکل بزنید. بچه دیگه حرفی هم نمونه. اینم دیدید که چقدر واقعا تمیز زد. هر جا که هستید حالتون خوش باشه.